سیو کن، حتما یه روز به کارت میاد. استفاده از سوزن‌های RS و RL رو توی این ترم میخوام بهتون آموزش بدم. زمانی که میخوایم تر رو انتقال بدیم روی پوستی، حواسمون باید باشه قسمت‌هایی که سایه دارن رو با نقطه‌چی مشخص کنیم که قاطی نکنیم. پوستمون رو با وازلین تمیز میکنیم و بعدش میایم قسمتی که میخوایم تر رو انتقال بدیم و با مام اولد اسپایس کاملا میپوشونیم. بعد از اینکه مطمئن شدیم کاملا پوشیده شده، دو طرف تر رو میگیریم و انتقال میدیم روی پوست مصنوعی. حواسمون باشه فشار دستمون زیاد نباشه چون رنگ پخش میشه. بعدش میایم با سشوار کاملا خوش میکنیم و بعد از اینکه مطمئن شدیم خوش شده شروع میکنیم به کار. حواسمون باشه زمانی که داریم لاین رو میزنیم به صورت کوکواری، همونجور که توی یکی از پست‌ها توضیح دادم بعد انجام بدیم و به هیچ عنوان پاک نمی‌کنیم تا لاین کاملا تموم بشه، چون ما مطمئن نشدیم که کامل روی پوست انتقال پیدا کرده یا نه. بعدش میریم سراغ سایه ها با سوزن RS. از کمترین تونالیته رنگی شروع میکنیم. یه سری اول میان پر کردن و با بیشترین شروع میکنم و بعد میرن سراغ سایه ها، ولی من این کار رو برعکس انجام دادم و حین کار یادتون باشه که تون پاک بکنید تا ایرادات کار رو حتما متوجه بشید. اینجا از سوزن RS که استفاده میخوایم بکنیم، به خاطر اینکه نوک قسمتی که ما میخوایم سایه بزنیم تیز هستش، اول میایم از سوزن RL استفاده میکنیم، سایه رو به صورت پرتابی میزنیم و تا یه جایی که کار رو جمع کردیم بعدش شروع میکنیم از سوزن RS استفاده کردن. اینجا که مشاهده میکنید الان دارم با سوزن RL کار میکنم، با سوزن 3RL از پایین به صورت پرتابی با تونالیته کم رنگ شروع میکنیم استارت زدن و تون پاک میکنیم و چک میکنیم ببینیم که مشکلی نداشته باشه. اینو همیشه یادتون باشه، پاک کردن خیلی میتونه کمکتون بکنه و همچنین از کمترین رنگ شروع بکنید، چون اگه پر رنگ باشه نمیتونید مشکل رو برطرف کنید، ولی اگه کم رنگ باشه به مرور زمان میتونید پر رنگش بکنید. اینم از اتمام کار ما. اگر خوشت اومد این پست رو برای دوستات بفرست و یه کامنت قلبم برای من بذار.